با دیدن همون مرد تفنگدار با لکنت لب زدم شما اینجا چی کار میکنید؟ تک خنده‌ای کرد و گفت دنبال شکار بودم. به دور و اطرافم نگاهی انداختم. هیچ کس جز من و اون داخل کوچه نبود. سعی میکردم ترسمو بروز ندم، ولی حقیقتاً از درون داشتم متلاشی میشدم. فقط مثل بز نگاهش میکردم که با دست به خونمون اشاره کرد و گفت خونتون اینه؟ آره؟ وحشت زده با منمن کردن گفتم نه. کی گفته؟ اون خونه ما نیست. اصلا من توی روستا زندگی نمی کنم. با خنده گفت خب حالا چرا اینقدر ترسیدی؟ اخمام تو هم رفت و قیافه حق به جانب به خودم گرفتم و گفتم من؟ ترس؟ چرا باید بترسم اون وقت؟ نمیدونم والا، شاید میترسی شکارت کنم آقا خانم. البته احتمالش زیاده. الان وقت لجبازی نبود. نباید باهاش یکی به دو میکردم. باید راه میومدم باهاش. برای همین قیافه مهربون به خودم گرفتم و گفتم ببخشید من باید برم این بستر رو تحویل بدم. داره شب میشه. دستشو داخل جیبش کرد و سری تکون داد و گفت میتونی بری. لبخند مسخره‌ای زدم و گفتم ممنون، خدا نگهدار. اومدم برم که بلند گفت فقط منو یادت باشه، من سالارم، سالار. بدون اینکه برگردم نگاهش کنم قیافه چندش به خودم گرفتم و چیزی نگفتم و فقط دویدم که تا جایی که میتونم ازش دور شم. انقدر دویده بودم که نفس واسم نمونده بود. نزدیک خونه اکبر که شدم آروم آروم قدم میزدم و نفسای عمیق میکشیدم که حالم جا بیاد. کنار درشون وایستادم که بوی تریاک به مشامم خورد و پوفی کشیدم و شالم و جلوی دماغم گرفتم و شروع کردم به در زدن. 1-2 دقیقه گذشت که در رو باز کرد و قیافه خمار و ترسناک اکبر نمایان شد. با اون دندونای زرد و پوسیدش لبخندی چندشی زد و گفت سلام آقا خانم، خوبی؟ بفرما داخل. اخمی کردم و بدون اینکه جوابشو بدم کیسه ماهی و سمتش گرفتم و همزمان گفتم اینو اماد فرستاده واسه‌تون. تک خنده‌ای کرد که نزدیک بود از دیدن قیافش بالا بیارم. اومد چیزی بگه که یکی از داخل خونه با صدای گرفته داد زد کیه اکبر؟ اکبر نگاهی به سر تا پام انداخت و خندون گفت خواهر اماده. مرد از داخل خونه جون کشداری گفت و لب زد خب بیارش تو. هوا تاریک شده بود و هیچ کس این اطراف نبود و ته دلم واقعا ترسیده بود. برای اینکه زودتر از شر اینا خلاص شم با تشر گفتم بگیر دیگه این کیسه رو، دستم خسته شد. اکبر با خنده تو چشام زل زد و به جای گرفتن کیسه مچ دستم رو گرفت که وحشت زده گفتم داری چی کار میکنی؟ بی توجه به سوالم دستم رو محکمتر گرفت و با همه توان به سمت داخل خونه میکشید. با تمام قدرت خودم رو به عقب میکشیدم و ناخودآگاه شروع کردم به گریه و جیغ و داد زدن. هیچ کس نبود. هیچ کسی این اطراف نبود تا به داد من برسه. با گریه رو به اکبر گفتم داری چی کار میکنی؟ بلم کن عوضی. اکبر دستم رو محکمتر کشید که حس کردم مچم در رفت و آخ بلندی گفتم که عصبی داد زد چرا داری مقاومت میکنی؟ هیچ کس اینجا نیست. دختری احمق بیا تو دیگه. قول میدم بعدش نکشمت. با حرفش ضربان قلبم شدت گرفت. دیگه توان مقاومت نداشتم. هر چی برای نجاتم تقلا می‌کردم ولی کارساز نبود. اما باز با همه وجودم مقاومت می‌کردم و نمی‌رفتم داخل خونه. اکبر که خسته شده بود با خماری گفت اصغر بیا کمک کن. این ولد چموش رام نمیشه. یار کمکیش که اومد دیگه همه چی تموم بود. زندگیم نابود میشد. از بین میرفتم، تباه میشدم، جوونیم به فنا میرفت. با گریه التماسشون رو میکردم که ولم کنن. یعنی دلشون به حالم نمیسوخت. اینقدر تشنه بودم به جونم. اصغر مچ دست دیگم رو به زور گرفت و دیگه هیچ توانی برای ادامه مقاومت واسم نمونده بود و اومدم منو ببرن داخل خونه که با صدای مردی که بیشتر شبیه به فرشته نجاتم بود سر جاشون وایسادن.